سلام به همه دوستان عزیز. حالتون چطوره؟ امیدوارم که همیشه حالتون عالی باشه و همتون پادکست رو با دقت گوش کرده باشید و هیکلا همه سیسپک شده باشه. دوستان تو این فصل میریم سراغ مباحث پیشرفته و فصل ششم. اسم فصل رژیم کتوژنیکه. بریم این فصل رو با هم بخونیم. این رژیم یک راه خیلی قوی برای کات کردن و آب کردن چربی های بدن است، در حالی که کمترین مقدار عضلات را از دست می دهید. به سرعت چربی هایتان را آب می کنید. هرچند که پایبندی به این رژیم بسیار سخت است، سختترین نوعی که دیدم، اما هرگز با هیچ روش دیگری نتایجی به خوبی این رژیم نگرفتم. در یک رژیم کات معمولی برای کاهش چربی‌هایتان در تفاضل منفی گالری قرار می‌گیرد. گالری هایی که می‌خورید کمتر از گالری هایی است که بدنتان می‌سوزاند. بنابراین از سوزاندن چربی‌هایتان و مقداری از عضلات برای تأمین انرژی استفاده می‌کنید. در رژیم کتوژنیک با خالی کردن ذخایر کربوهیدراتی بدن مطمئن می‌شویم که بیشترین مقدار ممکن چربی را بسوزانیم و کلاً با انرژی چربی‌ها زندگی می‌کنیم. در این روش مصرف کربوهیدرات‌ها را به روزی کمتر از 30 گرم محدود می‌کنیم. این کار ساده‌ای نیست و ما را مجبور می‌کند نتوانیم تنوع غذایی زیادی داشته باشیم. می‌توانید مقدار خوردن چربی را به طور اساسی بالا ببرید و بدنتان آنها را خواهد سوزاند. کمتر از مقدار مورد نیاز روزانه انرژی مصرف کنید، ولی فقط در حد چند صد کالری. در همان هفته اول به راحتی 3 الی 4 کیلوگرم وزن کم خواهید کرد، که البته اکثر آن وزن آب است که برخواهد گشت. برخی از غذاهایی که استثنا می‌توانید در این مدت بخورید شامل بعضی غذاهای رستورانی مثل همبرگر و سوسیس‌ها و بیکن بدون نان هستند. این چیزها مقدار خیلی کمی کربوهیدرات دارند و مقدار زیادی چربی و پروتئین و در تأمین کالری‌ها روزانه‌تان کمک خواهند کرد. علاوه بر این می توانید مقدار زیادی آجیله‌ها مخصوصاً بادام زمینی بخورید و همچنین روغن زیتون و مرغ. قوانین این رژیم: 1. 300 تا 500 کالری کمتر از نیاز روزانه تان بخورید. 2. مصرف پروتئین نتان را مثل همیشه نگه دارید. 3. مقدار زیادی چربی بخورید. هرچه چربی های بهتری بخورید بهتر است، ولی الزامی به این نیست. با این روش، چون بدنتان برای تأمین انرژی مورد نیازش کاملا به چربی ها وابسته می شود، به طور مؤثری مقدار خیلی زیادی چربی خالص خواهید سوزاند. تنها نکته منفی این است که در چند روز اول کمی بیحال خواهید بود، اما این حالت کم کم بهتر خواهد شد. حتی برخی بعد از این چند روز انرژی بیشتری نسبت به قبل پیدا می کنند. به طور کلی من فقط 2 الی 3 هفته پشت سر هم از این رژیم استفاده می کنم و بعد سریع به دوره حجم برمیگردم. اما این نکته: چند روز روی رژیم کتوژنیک بمانید. به عوامل مثل ژنتیک و درصد چربی کنونی بدن و درصد چربی مورد نظرتان بستگی دارد. خب دوستان، شما را با فصل بعدی به الله یار میسپارم. حتما به پادکست رو با دقت گوش کنید و عمل کنید. اگر عمل نکنید هیچ تأثیر روی بدنتان ندارد. خب شما را میسپارم به الله حق. خدا نگهدار. خدا حافظ.